سلام خدمت دوستان عزیز، من ندیم ناظمی هستم و این جلسه میشه جلسه سوم معرفی دوره اصول سلامتی و تناسب اندام. امروز میخوام قسمتی از نکاتی رو که توی جلسه 4 دوره آموزشی گفتم و اینجا بگم که توی این دوره آموزشی ما تمرکزمون روی چیه، در مورد چه بیماری هایی صحبت میکنیم و این دوره به چه افرادی کمک میکنه که مشکلات جسمیشون حل بشه. توی این دوره راجع به بیماری هایی صحبت میکنیم که 100 سال پیش نبوده و توی 50 سال 100 سال گذشته به وجود آمده و انقدر شایع شده و زیاد شده که الان تو ذهن افراد اینها بیماری های طبیعی شده، یعنی تو ذهنشون عادی شده داشتن این بیماری ها، که این بیماری ها ارتباط خیلی زیادی با اضافه وزن داره و تداخل هورمون ها مثل دیابت، فشار خون، بیماری های خود ایمنی، قند خون بالا و اینها هر کدوم از این بیماری های دیگه ای رو توی بدن به وجود میارن که توی این دوره در موردش صحبت میکنیم. حالا توی این ویدیو من میخوام یه سری از مشکلات بدن رو بگم که تو بدن خیلی از افراد وجود داره و از تداخل هورمون ها، از به هم ریختگی هورمون های بدن به وجود میاد و اگر شما 2 تا از این موارد رو داشته باشید، حداقل 2 تاشو داشته باشید، به این معنیه که شما حتما باید از این دوره آموزشی استفاده کنید و شما دیابتی یا پیش دیابتی هستید. بریم سراغ مشکلات بدن که از متعادل نبودن هورمون ها به وجود میاد. اولین مسئله جوش، آکنه روی صورت، رو بینی، چونه، پیشونی، خیلی از جاهای صورت و بدنمون جوش میزنه، آکنه میزنه که این به معنی متعادل نبودن هورمون‌های بدنه. مورد دوم چربی شکمه. شخصی که شکمش اومده جلو. حالا از کجا میتونیم بفهمیم شکم اومده جلو؟ شما راست وای میستید و سرتون رو میندازید پایین. اگر انگشتای پاتون رو دیدید، یعنی انگشت شست پاتون رو دیدید، به این معنیه که شما چاق نیستین. یکم شکمتون حالا اگه بزرگتره یا هرچی چاقی شکمی ندارید، ولی اگه نمیتونید انگشتای پاتون رو ببینید یعنی شما چاقی شکمی دارید و به معنی نامتعادل بودن هورمون‌های بدنه که همین باعث خیلی از بیماری های دیگه میشه. یعنی یه سری اتفاقات تو بدن شما افتاده، چربی ها رفته دور اندام های داخلی جمع شده، اونها رو به مشکل براشون ایجاد کرده، حالا میاد روی شکم. یعنی قبل از شکم اندام های داخلی دورشون چربی ایجاد شده. بریم سراغ مورد سوم. افرادی که همیشه هوس کیک و کلوچه و بستنی و خوراکی و مواد شیرینی و اینها میکنن، این از نامتعادل بودن هورمونیه. مورد چهارم تیرگی پوست. خیلی از افراد انواع کرم ها رو میزنن که پوستشون رو روشن کنن، ولی مشکل جای دیگه ایه. شخص مثلا تو صورتش زیر چشماش تیرگی داره، یا دور گردنش، یا تو کشاله ران، یا زیر بغلش، یا سر زانوهای دست و پاش، اینها تیرگی داره. اینا برای چی به وجود میاد؟ اینها که قبلا نبوده که. شخصم که الان تو دور زمونه، الان افراد که از صبح تا شب تو آفتاب نیستن و همیشه کمبود ویتامین دی هم دارن از بس توی آفتاب و محیط بیرون نیستن. پس این تیرگی چرا به وجود میاد؟ این به خاطر نامتعادل بودن هورمون ها به وجود میاد و توی این دوره آموزشی این مسئله حل میشه. مشکل بعدی فراموشیه. افراد فکر میکنن که چون سنشون رفته بالا فراموشکار شدن، ولی اینجوری نیست.
چون بدنشون از لحاظ هورمونی به هم ریخته، اون فراموشکاری براشون به وجود میاد. یه سری از افراد توی سن 30-40 سالگی فراموشکاری براشون به وجود میاد، یه سری از افراد تو سن 70-80 سالگی، 90 سالگی. ولی فراموشکاری یه چیز طبیعی نیست و نباید به وجود بیاد. اگر شما بدنتون رو تنظیم کنید، بدنتون رو ریست کنید، جوری که تو دوره آموزشی بهتون میگم، چیزی به نام فراموشی دیگه وجود نداره. مورد بعدی کبد چربه و مسئله دیگه ای که وجود داره، کبد چرب خیلی از بیماری ها رو ایجاد میکنه. کبد وقتی چرب میشه یه سری کارها رو نمیتونه انجام بده. بعد پوستتون چرب میشه، ریزش مو پیدا میکنین، لک پوستی پیدا میکنین و هزار تا مشکل دیگه. و برای هر کسی یه جوری این مسئله نشون داده میشه. به این معنی است که همه افراد وقتی کبدشون چرب بشه یا کبدشون خراب بشه موهاشون میریزه. نه، اینجوری نیست. هر کسی یه جوری براش کبد چرب نمایان میشه. مورد بعدی احساس خستگی بیش از حده. یعنی شخص میگه بابا من از ساعت 10 شب 12 شب خوابیدم تا ساعت 8 صبح، 8 ساعت من خوابیدم، چرا الان اینقدر خستم؟ در طول روز همیشه خسته‌ایه. چرا؟ این از نامتعادل بودن هورمون‌های بدنه که تو این دوره آموزشی حل میشه. یا یه سری از افراد هستند که خیلی سریع گشنشون میشه، یا مدام بین وعده‌های غذایی میخوان غذا بخورن، میگن ای بابا هر 2 ساعت من گشنم میشه، چرا اینجوریم من؟ یا مورد بعدی که خیلی برای من اتفاق افتاده، تکرر ادرار شبانه. یعنی شخص آب نمیخوره ها، ولی شب میخوابه، 2 ساعت بعد دستشویش میگیره و تشنه میشه، از خواب بلند میشه، تشنه میشه، مجبور آب بخوره و بعد دوباره بخوابه، دوباره 2 ساعت بعد برای دستشویی دوباره بلند میشه. یعنی از شب تا صبح 1 بار، 2 بار، 3 بار از خواب بیدار میشه برای ادرار. چرا؟ چون بدنش به هم ریخته. مورد بعدی قند خون بالا، فشار خون بالا. اینها از نامتعادل بودن هورمون‌های. یا افرادی که کلسترول خونشون بالایه، یا چربی‌های خوب خونشون کمه و چربی‌های بد خونشون بالایه. این افراد به شدت این دوره براشون توصیه میشه. افراد دیگه ای که این دوره آموزشی مناسبشونه، افرادی که انسولین خونشون بالایه. من تو جلسه اول دوره آموزشی گفتم تست خون کامل بگیرید، تست قند بگیرید و تست انسولین بگیرید که اینها رو چند ماه بعد مقایسه کنید با الانتون. وقتی این برنامه رو انجام میدین کلن بدنتون تغییر پیدا میکنه و بدنتون خودشو خوب میکنه. من تو این دوره آموزشی به شما دارو نمیدم، دمنوش نمیدم، گیاه نمیدم، من بهتون محلول نمیدم، چیز خاصی نمیدم. من با یه سری از اصول تغذیه و درست غذا خوردن کاری میکنم که بدن شما به ساده ترین حالت و به طبیعی ترین حالت سبک بشه و بعد خودش اون مسائل خودش رو حل کنه به راحتی و شما سلامتیتون رو به دست بیارید. پس اگر انسولینتون بالایه حتما از این دوره استفاده کنید، چون انسولین بالا تبدیل میشه به دیابت و دیابت هم مادر تمام بیماری های، یعنی شروع تمام بیماری های بعدی شمایه. مورد بعدی افرادی هستند که درد مفاصل دارن، یعنی احساس درد و خستگی توی بدنشون خیلی زیاده. میگن من راه خاصی نرفتم، ضربه خاصی نخوردم، ولی دستم درد میکنه، پام درد میکنه. یادم من در گذشته همیشه شانم درد میکرد. یا یه سری از افراد دیگه هستن که
عضله به راحتی از دست میدن. یعنی میگن من هر کار میکنم عضله نمیسازم. چرا بدن من نمیتونه عضله بسازه؟ حالا تو جلسه عضله سازی دقیقاً بهتون میگم که چه اصولی رو رعایت کنید تا بدنتون عضله بسازه و عضله از دست نده. یه سری دیگه از افرادم هستن که میگن نمیدونم چرا الکی بد اخلاقم، الکی عصبانیم، الکی به قولی پاچه میگیرم. اینها، این مودی بودن یا بدخلقی بودن، نشانه های نامتعادل بودن هورمونیه. یا یه سری دیگه از افراد هستند که خواب‌آلودگی بعد از غذا دارن، مخصوصا وعده نهار. یعنی شخص نهار رو که میخوره دیگه تمومه دیگه، 1 2 3 رفته، خوابیده. این به خاطر چیه؟ این به خاطر غذای نادرست خوردن و نادرست غذا خوردنه. حالا یه سری از افراد دیگه هستن که غذا میخورن، کامل میخورن، پر میخورن، انقدر میخورن که شکمشون باد میکنه دیگه، ولی بازم میگن من ناراضیم، اصلا انگار هیچی نخوردم، من اصلا احساس سیری نمی کنم. اینجا هورمونای بدن واقعا به هم ریخته و بدن نمیتونه دستور سیر بودن رو به مغز برسونه و شما انقدر میخوری تا دلت درد میگیره. و یکی از مهمترین مواردی که وجود داره کیست تخمدانه برای خانوم ها. حالا بریم ببینیم نشانه های کیست تخمدان چیه. 1. تیرگی پوست. 2. جاهایی که نباید مو در بیاد توی خانوم ها مو در میاد، مثل چونه و سینه های خانوم ها. یا هر چقدر تلاش میکنن خانوم ها وزنشون کم نمیشه، یا از لحاظ میل جنسی خیلی بیمیل هستند و ضعیف میشن و اصلا راضی نیستند، یا اصلا شور و شوق میل جنسی رو ندارن، یا بعد از میل جنسی خیلی خسته میشن. یکی دیگه از نشونه های کیست تخمدان اینه که زمان پریود شدن خانوم ها به هم میریزه، یا یکی در میون پریود میشن، یا دردهای زیادی در زمان پریودی دارن. یکی دیگه از نشونه های کیست تخمدان اینه که خانوم ها مثل آقایون موهاشون از وسط سر میریزه، که تمام اینها از تداخل هورمونی و به هم ریختن انسولین در بدنه که کامل توی دوره آموزشی گفتم که چیه، چه کار باید بکنید و چطور با بدن رفتار کنید که این هورمون ها خودش تنظیم بشه و این مشکلات یکی یکی خودش کم بشه و بعد از بین بره. یا یکی دیگه از نشونه های کیست تخمدان اینه که شخص احساس خستگی میکنه زیاد، یا خیلی جوش میزنه بدنش، صورتش جوش میزنه و بعد میاد با آرایش و کرم و اینها میخواد اونو بپوشونه، یا خیلی عصبی و بی‌حوصله میشن، یا اینکه توانایی بارداریشون کم میشه. این خیلی نکته مهمیه دوستان. افرادی که این مسیری که تو این دوره آموزشی گفته شده رو انجام دادن، نتایج نشون داده که این افراد درصد بیشتری باردار شدن بعد از تغییر سبک زندگیشون و تغییر نوع تغذیه‌شون. ولی در دنیای امروز برای بارداری 1000 تا راه دیگه وجود داره، ولی میشه برگردیم به اون اصل خودمون، به اون جسم پایه‌ای خودمون و جسممون رو ریست کنیم تا خودش بتونه خودش رو بهبود بده دوستان. نیاز به هیچ چیز خاصی هم نیست. مورد بعدی که به خاطر تعادل، یعنی نامتعادل بودن هورمون ها در بدن به وجود میاد، عدم تمرکزه که الان افراد با سنین پایین هم این مشکل رو دارن. میگن که من نمیتونم تمرکز کنم، من هی حواسم پرت میشه به این ور اون ور. ولی الان من نسبت به قبل خیلی تمرکزم بیشتر شده،
خیلی انرژیم بیشتر شده، خیلی پایدارتر شدم، یعنی به مدت بیشتری میتونم فعالیت انجام بدم و دیرتر خسته میشم. یکی دیگه از نشونه های واضح نامتعادل بودن هورمون ها خالهای گوشتیه. از پشت گردن گرفته، رو چونه، کنار چشم که من هنوز هم دارم، و روی شانه ها. من یکی از دوستامو چند وقت پیش باهاش رفتم، رو شانه هاش پر از این خالهای گوشتی بود و نسبت به چند سال قبل به راحتی 20 کیلو افزایش وزن پیدا کرده بود. این خالهای گوشتی یا گوشتای اضافه هم کم کم تو بدنتون کمرنگ میشه و از بین میره. مورد بعدی احساس خفگی یا آپنه خواب یا خور و پف یا گرفتگی بینی ها زمان خواب شبه که خیلی اذیت کننده. یعنی من هم اون حالتش رو دیدم که همیشه با بینی بسته و دهن باز میخوابیدم اینجوری، و هم الان که با دهن بسته و بینی باز میخوابم و راحت شب میخوابم، صبح از خواب بیدار میشم بدون هیچ مشکلی، بدون اینکه هی بخوام برم دستشویی، هی ادرار داشته باشم. اینها رفع شده و بازم باید بیشتر رفع بشه، چون هنوز هم برای من تو بدنم وجود داره. خیلی کمتر شده ولی باز هم هر چند شب یه بار من شبا بیدار میشم و میرم دستشویی، ولی قبلا هر شب 2 بار یا 3 بار باید میرفتم دستشویی و همیشه بینیام بسته بود و دهنم باز بود. یعنی صبح که بیدار میشدم وای چقدر اذیت میشدم. مورد بعدی که از نامتعادل بودن هورمون ها ایجاد میشه اینه که متابولیسم پایه بدن افراد میاد پایین و باعث میشه بدنشون انرژی کمتری مصرف کنه و وزن کم نکنه. یعنی اگه در حالت عادی 2000 کالری میسوزونه، متابولیسم میاد پایین و میشه 1500 کالری و دیگه وزن کم نمیکنه. حالا وقتی شما هورمون ها رو تنظیم کنید به راحتی وزن کم میکنید و اینها قسمت هایی از موضوعاتیه که توی این دوره آموزشی اصول سلامتی و تناسب اندام در موردشون مفصل توضیح دادم. یعنی تا الان 7 جلسه روی سایت بارگذاری شده و هر جلسه حدوداً 1 ساعت تا 2 ساعته و حدوداً 13-14 جلسه میخواد روی سایت بارگذاری بشه و حدوداً 20 ساعت در مورد این موارد صحبت کردم که میتونید با رعایت این موارد سلامتی رو به زندگی خودتون بیارید و یک زندگی متفاوت‌تر رو تجربه کنید. پس ما تو این دوره در مورد بیماری‌های صحبت می‌کنیم که توی 50 سال اخیر شایع شده و قبل از اون وجود نداشته، مثل دیابت نوع 2، چاقی، نمیدونم فراموشی، تمرکز نداشتن، کیست تخمدان، ناباروری و خیلی چیزهای دیگه. انواع سرطان‌ها، بیماری‌های خود ایمنی، درد مفاصل، گرفتگی رگ‌ها، تیرگی پوست، که تمام اینها رو شما میتونید کم کم طبق اصولی که گفتم تغییر بدید بدنتون رو و این موارد یکی یکی حل میشه. اگه میخواید سلامتی رو تجربه کنید حتما از این دوره آموزشی استفاده کنید و دوره آموزشی اصول سلامتی و تناسب اندام رو از سایت nadimnazemi.com تهیه کنید و این دوره الان با کف قیمت وجود داره و هر چند ماه قیمتش افزایش پیدا میکنه تا به قیمت اصلی برسه. پس هر چقدر زودتر این دوره رو تهیه کنید هم از لحاظ مالی به نفعتونه و هم از لحاظ زمانی و سلامتی خیلی جلو میافتید. یعنی شما فرض کنید فقط 6 ماه
1 سال زودتر به اون انرژی برسید. به چه هدفایی میتونید بعدش برسید؟ چقدر وقت بیشتری برای فعالیت کردن دارید؟ پس نتایج این دوره باور نکردنیه. حالا من تو جلسه بعدی که جلسه 4 معرفی دوره باشه، کامل در مورد نتایج خودم و مواردی که توی بدن خودم برا من به وجود اومد کامل توضیح میدم. من چاق نبودم ولی یه سری مسائل دیگه توی جسمم داشتم که کامل حل شد. پس اگر دنبال سلامتی هستید یا یه حسی بهتون میگه که این دوره رو استفاده کنید، حتما این دوره رو تهیه کنید و از منافعش بهره مند بشید و سلامتی رو تجربه کنید. شاد و پیروز و موفق و پرروزی باشید. یا هم